گوشت دوست محمد خان یا ایشان یا گوڑا که عبدالرحمن خان که بوده باز یک قاطع مردمی بوده سکین قاطع و نبخش مردمی یعنی یک کسر نبخشته قاطع مردمی بوده و ظالمانه عمل کرده و هیچ پر رکیب سره برگ دستی نلرزته گوڑا بی سواد مردمی بوده اما گوڑا ایشی همه جرأتی که بوده همه جسارتی که بوده ایشا انگریز ایشا زننتی زرخرید کننتی زننتی ایشا گوشند که اما رحمرنگین مردم پکارند ایشا زنند به وسیله ایشی دیگر انسرکوب کنند و دیما روند یکی جندی ظالمی بوده بیرامی بوده و بعدا ای ظالم دیگه ظالم نظام و سیستم ایشا پشتیبانی کرده که ما انگریز بوده گند مزن ماجو بیداتا ایشا گوشته تا هر چی کنه کنیشم گوشته با مربی بساز چیه گوشن امیرین یک چیزی هست گوشی با مربی بساز و مربا بخوره میرن این چیزی ای گو انگلیسا که سازتا جندی هم خشن مردم بوده خودخواه جا طلب بوده گوڑا ای به اقتدار رسته یو هما بوده که مچ مردم متی کرده خیش و بیگانه گا متی کرده اگر هر کسی که بوده تا ای که بارشایی اما وقتی جنده سلسله پایگذاری کرده که ای سلسله کت که تا به امان الله خان رسید که بیای برناسه رسید که مشمایش از زنان که بعد امیر عبدالرحمن ابی الله ابی تو بعد ابی الله هم امان الله خان ابی تو امی امان الله خان هم زمانی چمی روشن بیند که رو فرانسه رو تو کجا و کجا رو تو بعدن سیستم وتی قبیله‌ای پسمانه نه مقایسه کن گو جهان متمدن و گوڑا حتی باعث ایشی بید که گوشن که زندی هم سهم گید مشوره آدن که پیسی کشک بید به نزن کجا یک منطقه نام انت لغمان گوڑا وقت ایش فکرن که شی پیسی کشک بید زاگی هیچ شاعر اگنوره کن تو پیسی مرکه ایش تحقیق نکن که کش چی بود گوڑا گوشن که چون وقت ظالمی بوده و این مرد روشن فکری بوده و در یک جریان سیاسی بوده و بعدن به وسیله امی ایشی جنده اشاره بوده و پدا ایشی ماس که بوده هم امیر امان الله خانی ماسم که بوده محرومیت کشته یک شای که بوده که ظاهر نوتر مسلمانی گشته ولی 700 و 1000 جنه کنه ایش وتی کنیزی کرده و یک شهر و شهوتران مردم و شکرچی و خوشگذران مردم بوده گوڑا شهیس ابر مش دور نرد مش گشته تاریخ جولانکی نرد ولیش که امیر عبدالرحمن دو فاکتور مهم داشته ظالمی بوده باز دست درشت داشته قاطع بوده هیچ کس نبخشته خودی و بیگانه سازش نداشته فقط کلشخی بوده و این کلشخ به ظالم نظام پشتیبانی بوده که انگریز بوده انگریزشه چونی کرده دیمایی کرده و ایشم فتح کرده هر نیمه گرفته که بالاخره وتی سلسله جاگوزی نکند من نتوار وجه و ما آی تاریخ دانا من این جست من در مورد همه عبدالرحمن و دوست محمد هست من تکی لوٹت بیشتر بزانانا ایشان من اگر هنون یک چیزی بگوشین استاد ممکن اشتباهی من این تاریخ بوده که یک مضمون په ما 40 سال 43 45 سال دیما به دانشگاه بوده تو زن دانشگاه ته ما وتی ما روشینا وتی ما کنفرانس ده و روی و په من این تاریخ افغانی این تاریخ هیچ ارزشی هم نداشته ما وقت هم نداشته پیشی که باطل این تاریخ بوده ستی من گوسته وش سره نونم هیچ وقت این تاریخ نه وانین نتوانین که من موثق بعد 45 سال موثق من گوشین که دوستومت چون کرده و آسیون کرده ای منت ورول این جست من به این خاطر که کشن تقریبا هم عهد هم زمان بوده که نه گو هم دیگری درگیری هم بوده یک مدت اینا یک رندشی سر قدرت آیی عدل کرده یک رند آیی شی جنگ بینشان درگیری بوده جنگ بوده
بلش من فرمایش کلا متین انت همه زمان که بودن یکی مثلا در بخش خراسان ایران، یکی مثلا به غور به ولایت مختلف هم زمان ایش اعلام پادشاهی داشتند، شاهزاده بودند و یکی دیگر تمکین نکردند. ای اما خبر انت که در عین زمانی که یکی وتر پادشاه و تاجگذاری کرده ما ناکوزا که هاش که براسیش که اتا براس بودند یک براسیش که سی کرده و جنگ داخلی گاهی وقت باعث شی بوده که گاهی فرار کنه، مثلا شیخ خاندان ابرام به روسا پناه برند یا کمتر به ایران وقت ولی گشتر قرار معلوم چون تینگشتش یعنی بعض شاهزاده به روسا پناه برند در زمان وقتی گندن که یک طرف انگلیس حمایت که دیگه طرف شده، ولی بعدن پدا سازش کرتگن تمکین کرتگن تاتگن. البته بنیانگذار سلسله بارزی حکام امریکایی بوده، دوست محمد خان بوده، اما خب ایشان بیرحمی میرنگ ادامه داشته. اول زمان که امان الله خان لو جرگه از لیکو گرن پشتون انگشتن بچه سخو انگه یعنی زبانش پروشی بوشی که مثلا حبیب الله خان کلکانی بوشن بچه سخو حبیب الله خان کلکانی وقت یارتن بعد سے یک مدتی من ندانی من پور کانکشن داریم توارکه یعنی تعداد تواشد ها گوان پشتون هم پده جمع با اینکه وقت حبیب الله خان کلکانی کاران پده نامه کلم بتسخو کان تو خلاصه ارگا معاصره کنه هم نادرشاه قرآن استرا دقیقا همه کاری که گجر گو مهراب خان نوشروانی کرتن در کلات کوهک همه کارا پشتونن گو حبیب الله خان کلکانی کرتن یعنی نادرشاه پشتونانی نامه امضا کن قرآن استرا که من کار نداری قرآن که حبیب الله خان کلکانی گوتی مردوانه که جهلا په کان شدم شتیغا گوازینا کشانتش په کان همی منجربی که گران کینه عبدالخالق نام عبدالخالق هزاره نادرشاه ترور کند و ای کینه شهود شروع بخصوص پدور علیه هزاران ایشان کینه گود چی شروع بی قوم ناصر پدیم بوده. ولی جالبه همه خاندان وقت پشتون خبر نداتن تا زمان ظاهر شاهشان وقت ای پشتون تا به اصطلاح ای ناسیونالیسم چیه که باز غوی کو محمد داود خان حتی زمانی که ظاهر شاهی نخست وزیر تیاتت نیمروز شدن سردار معدلم خانی لوگا او دا کشتتن تو بالاخره ایدگاه پشتون امتن چو کرنل محمد عمر خان ایشانه بعد سے قضیه اوشتد پچی پشتون هم چی نکرتن این مهمان نوازی بعد انجام داتینن تو بعد یعتد که بلوچان این کار انجام داتن امی محمد داود خان این روایتی که منوش کتون توان واجب اوجام چی کن تصفیه کن این خبر منوش کتون که حتی نستد سردار معدلم خانشان بخیلیه کرتن که پچه قدرت بلوچ این دستان تی بلوچی کار انجام داده گا ببخشید. بله لا نه انتگون ولی فیسبوکی نمی روایت من دیستگون چه منظره گوستگید گوشند که استاد سماجی تو یاد زمان کی من دوستی کنم پدا संगठन खैर दीवान टाइप करने के यूट्यूब तो का दीवान रैप किए गए मुस्तकिल फल तो ही कहने के कुछ चीन वेस्ट चातुम तो का दीवान तो कुछ रैप किए कुछ नहीं किए गए सोचा मने दा सोचे लगने तो यूट्यूब तो चातुम तो का संगठन चीन वेस्ट कम से कम हमारे कुकिंग पाक शुरू खैर वो जब तो ارز کردین که
داود خان منگو کتاب من نوانتون انچو فیسبوکی باسی بوده تو چینگ سال دیما که آنکه باز مستند پا من نه انته گوشن که داود خان وقتی که نیمرو زکت که اما زمان هم امی بند هلمند دا چوکی سروی که انجینر کن گوڑا ادنا هم بند هم ما چهار روزه کن در کلمروی هم سرداران سنجرانی انتو و دا سردار مادلم خان کی بوده یک قدرت عظیم بوده همه نمگا و توین فیودالی بوده چونتی هزار کاری داشته و دست پاچین داشته و نانو روزی و فرزونک داشته و گوڑا ایشم که ادا که سردار که ادنا که داود خان که سردار ایشا جوان پذیرایی یکن بما عرف ولوشی پذیرایی یکن تو خلاصه داود خان ادنا که گندید که ایشی پذیرایی در حد شاهانه این هستی در حد یک خان نه در حد شاهانه مثلا تا دیگه فکر کن که هر چون گام سره یک نو چرا پای هلال کن بلوچی مشما دیمونیه گوشن پسردار دیمونیه و این کس مددخانین غالین شگوجا ارتا بوده که ایشانی پاده چیره انتو توری پذیرایی بوده که آوقتا اتا بریور گو سطح افغانستان هم بالاتر حتی ترکیه همارنگ پذیرایی کرده یک زمانی که یک قدرت بوده گوڑا ایش انچو چیه بید که خب من داود خانم یک اندیشه تقریبا نیمه سوسیالیستین داشته ای که اصلاحات ارزی بیاری تو دیگرانه بار کن تو توین زمیندار و بی زمین بریور کن تو انونی کل چاروجک و حاصل خیزن دیگر ایشی پاده چرا تو بهم فکرت شده ای که گویرنگین مردمان منشون کنین که این که قدرت دارید گوڑا من توانین که ایشا امان که دیگر دینی که بی زمین اب دین گوڑا پیشی باس گرانه گوزید خوب دیگه بعد گوڑا ادا مادومر خان بوتگند که اوگان بوتگند که هم البته وصلت کرتگن گو سنجرانیان سردار مادومر خانی بوتگن تود نو که البته ایش آتگن ایش جایین بلوچ نبوتگن یک ضرب المثل هستی گوشی که کره چهار روزه که گوشید یا چیه گوشید که جوانین جاید بلی اوگان که بتیاد پگوجتی تی بیادی موافق میرینگ ضرب المثل هستی مردم آرام بودن جوان بودن گوڑا یک کام رکی ودا کارن تو جا دین تو چیه کنن دائم یک وجیده و تا ایرنگین داشتگن و زندگیش نه آرام بودی گوڑا پدا افغان کی بودن اودنا گشتر کی آنی مگه اسحاق زین افغان بودن اسحاق زین افغان بودن که شاوان مشماتوانن کوشن بدل خان بوده مثلا مادومر خان داشتگن تودنا گوت وصلت کارم بودن به مرور زمان گوت وصلت کارم بودن اما داود خان حس کند که افغانستان انتدنا باید افغان حاکم بیند ولی بلوچ پسیانسیشن چوین پرزونگی دارند سر بدرود همچین یک مزاقی بودگید همچین یک مزاقی بوده یک نوع حسادت بودگید که بلوچان ایرین چوین قدرت داستو هم په اصلاحات ارزی معنی بیتو هم پدای دا افغانی که اینکه سال دا آتگند ای افغان انگت جا نکفتگند که من افغانیم باید افغان منافذیرایی کرتن ولی یک بلوچی پرزونک شما چند تشکرین ولی انچوشین یک اختلاطی بوده که من نزنی که تاشین کس ایش راست دروگن تا درست مشکلتون که زرشا بود و زرشا گون تا محمد داود خان آی نخست وزیر گوڑا ای حبر که سید رو به هرات و به که هرات جال رو که پرا شپرا رو به هرات یا به پرای تایی ابرادن یا به هرات تایی ابرادن او در نیمروز تایی ابرادن زرشان گوانگون تا زرشا بگرد پا کابل ولی که بله ولی داود خان نیکین مردمی بوده بزرگوار مردمی بوده اما داود خانی سره ظاهر شاه گشتر مرد با فهم و سنجیده این بوده اگرچه متهم یکنند که دوران 40 سالگی حکومت آوتی بعض این کاری نکرده ولی خب بعض این کاری نکرده
اقتصاد ضعیف بوده و ظاهرخان پدا بی سواد مردم بوده 12 کلاس سواد داشته نتوانید که استفاده کند بیا دوران صلح نتوانید استفاده کند ولی باز این تو این پروژه به ظاهرخان وقت آوند اما داود خان وقت داود خان کمکو که از عصبانیت دیمارود مثلا داود خان ای وقتا پرزور کن یک لایحه پاس کن که پنجم بودجه ملی مثلا یک پنجم بودجه ملی ایش در نظر گی برای قبایل ایش ظلمی بوده که مثلا قبایل پزور کند و قبایل دستا مودم نکپید که در مدرسه مکتبی چی بی دبیرستان جوړ بی تو دانشگاهی یا ما خانه ندهند خانم که روند پود دبی و کجا اوتلو مسکن و سرمایه گذاری کنند داود خان گشتون اگر ظاهر خانی وقتا فقری ان کسی نه تم میگی ستوزانه لالا مرزه سر نقطه صفر انت اما داود خان وقتا فقر انچو فقر بیجاتی که استاد دانشگاه کاتن شمی میدی سر ایران کاتن استاد دانشگاه کاتن دانشجویان دانشگاه کاتن بزرگوار مردم کاتن دیگه به حساب مردم کاتن چیه که ادنا داود خان کل توجهی به مرز و سرحدات جنوب آتی هیچ گونه چی نه په ماجو معاش اندر منتتی یعنی یک مرد علل رغم میشه که جوانین مردم هات یک نظر مؤمن مردم ملین اما سک با عصبانیت برخورده کرتی قاطعیت برخورده کرتی حتی ای وزیر مثلا عبدالحد مختاط کهتی وزیر که یکیش همی ای کودتاشی نت ای اعتراف کند گوشید که داود دیمایش که سوشتا تگه نکو نتوانید تا یه بر سر نقطه ویلید بس عصبانیه بودی تکرار مردمیتی و فقط و تصمیم گرفتی خب دیگه چین مردم بودن تو دیگه در مورد دمترکباسی بود در مورد بچه سقاو بچه سقاو گوشن بی سوادی بوده دوزی بوده فلانی بوده آیا دیگه پادشاهان کی بوده دانش اکادمیک داشتن خب اگر دوزی و بی سوادی بوده گویا مچ دوز و بی سواد بوده گویا بچه سقاو هم یکی شهمامان بوده و در مورد بچه سقاو من یک قصه که کنین که شاید پشما جالب بید من دیماش کانادای آیگا من در بخش لوجستیک MSF پزشکان بدون مرز در نیمروز من استخدامتون البته از زمان من تهرانتون شد تهران ایش نابردند تهران در سفارت اروگوی من کار کردم همکاری که داشتم گو دانشگاه آزاد تهران بخش زفر که در زبانهای خارجات وقتی که مسافاتن تو تقاضا کردن تو بالاخره پمر رسید تا بود تو تایی که دکتر بیروز برجسته گومن تماس گرفتم نامعرفی و ما شدن او دا امی بخشه تا گشتر می دست پاچتی به خاطر اول نیمروزیتون ضمانت کردن شنظر امنیتی استخدام کردن مردمانه و جا کفتتون گوڑا مترجم احتیاج داشتن در دوسه مترجم احتیاج داشتن گوڑا مردماتن امتحان دادن تو یک نفر به نام انور خان معلم انور ایشی چی بود کامیاب بود به عنوان مترجم انگلیسی اما ایشا قرارداد پذیرتن یک مردم زمان حدوداً بودی 55 سال 6 سالگی گوڑا ایش هاتی و گمان باز دوستی کرتی و باز امی پولیو امی سوچنه جنگو تو ملاریا و گوڑا من ثبت نام کردم ورناو کان زاگانا که روستان دیم پم سوچنه جنگا یک زاگو که باز بطر نزدیک کو کاکا من تیبرازا کستنو تم نام لستاف گیرو کاکا لست پور روتادی کاکا من تیبرازا کنو من رخشانی من تیبرازا کنو من گشت بلوچی نزنه گوشی نام باشه فرای رخشانی هستن فرای رخشانی من تیبرازا کستنو من انور خانی برازا کستم من رخشانی استن افیز رخشانی وتی نام عادتی سعی کردم کاغذ انتهام ایتا افیز رخشانی انت افیز عبدالله خان رخشانی من یوشا انت اشتباه مکنی گوڑا من گوشتم خوب خیر انت انگت اما لستا پورا نکرتگن تا توانه که بروه تا هم توانه و ده 15 مردم دیگه هم کم بودن گوڑا همی باز بودو انور خان بزرگواری کرتو اما زمان هم پوچانه بورتی و وتی گسا شوشتی دو جنک جنوزا من داشتی که مرد شهید بودند گوڑا همی باسا انور خان کرتی که سکه اما فرعی مردم هستن ولی اما اصالتا نیمروزی مردم بودند من دل چون انت گوشتی که نیمروزی رنگ به فلان زمانه معلوم نه چون انت برته بودند تو چیه و بالاخره اما شمالی منطقه تو کالاکانی کو موچی هستند دی بلوچ هستند تو تاجیکی وردن تو امام شامی
بلوچ های نیمروز هستن که نیمروز و فرا هستن که آده کلکان و شمالی شدگن و او دا چی کرتگن و پدا شده پیدا روتی که من برازاک هستون نمی کی حبیب الله خان که گوشن بچه سکو من ای برازاک و نای براسه زاگون من گوشتون تو گوشه که من بلوچی و سیستانی و گوشتی بله امیر حبیب الله خان سیستانی بلوچی بوده و ما امی بون شامه دین تو وقتی که من گوشه چونه کای بودی که سیدور امی انور خان هنگام زندگی شهری نوینته هنگام زندگی شهری کسی سوجا نکند ایشان توانی که پدا شای تکرار کند گوشی که اما بلوچ بودگن و کلکان بودگن و شمالی بودگن و فلان بودگن و گوشه زبان هم امیر تاجیکی بود وقتی که امیر حبیب الله کوشگ بی تو گوڑا گوشند که شهی نسلا نرین میلت مچان قتلش کند که اکروچی ایش سر باره کردن تو دی وتی هونا گرن تنچو که هزاران قتل کردن تو گوڑا گوشی که من گوندکو کی بودن و وقت جونته تا بودن و باز گوندین نوزاده بودن و گوڑا بلوکو ایش ترسیتگن که یا گبزانن که ایشی برازاک زندگین گوڑا مارز جستگن تو پدا اما وتی وطن آتگن فرا آتگن به فلان جا اما فرا او دا زندگی کنن و ولی اما بلوچ هستن من گوشتم خب گوڑا کی مگه والله بلوچی گوشی خود که بلوچی اما پوتی بلوچی افتخار کردن انقدر زندگی تنور خان من ایشان نادیده گفتم گوشتم شاید ایشم چما وتی برازاک وتر بلوچی کند که من بیشی گشتر توجه کن اما امی ویب سایت امی آریایی تا رازق فانی یک موضوع نوشته کرد نه رازق فانی نوشته نکرد رازق امی ژورنالیستی که انون یک صفحه تلویزیونی نم دارید رازق جوانی نامی داری جوانی برجسته نویسنده ایش نوشته کرد تمیشی تا که در مورد همه دسکریپشن کیه ابی والله یا کی چونین مردمی بوده کی زاگ بوده شگوجا بوده پچه بچه سکو گوشند و ایشی شمایل گوشته شمایل ابی والله سکو یک جای گوشید که ابی والله شکو میانه این بالا داشت و ایرنگو تیریشه اصلاح کرد و ایرنگی این بالا داشت و ایرنگی چوارت داشت و ایرنگی و در یک جای گوشید که ایشی گودگا اوگانن باز فرق کن پیشی که دائم ایشی واسکت چکیش پوشید واسکت اوگانی نات ایشی واسکت فعلا در بلوچان تا باز شینتا و ایشی ریشه اشتنو اصلاح کنگیم کلن بلوچیتو و لینگوته بستنیم ایشی بلوچیت و چواتی هم ایشی شواهد گو گشترکی ایشی شمایل نشان داد که یک پیشینه بلوچین داشته بی و همه چیه تا هستی یک چکره چی کرده اشاره ای کرده گوڑایی پا من بعد سالهای سال انورخان یابر کمکو کم ندلیتا نشتند که آکی گوشتتی نسه که این ژورنالیستی در ای شمایل انچو تعریف کم میانه این مردمیتی چرشانه این مردمیتی پالوان صفتیتی و ایشی گشترکی ایشی پوشش و لباسی استثنائیه تا اوگان انتا و ایشی پوشش و لباسی ما نقش واسکتی و ایشی لینگوچه بستن و ایشی ریشه اشتن و ایشی چوات پاده و لباسی گوادگرن لباس که اوگانو بلوچه یکی ولی گشتی ایشی همه طرز رفتاری با وجودشی که کلکانی مردم تاجیکی اما شیوه کلن بلوچی انتا اینگه هم ویبسایت تا هستی همی واجه ژورنالیست کیشا نوشته کرده از خیلی کنین جهت صرفا معلومات من یک اشاره ای کردن برسنا بخش انتی ابر باز بودند دیگه جست ایده پیشی پیچه که هزارهانشی همراه بودگه آیا این هزارهان چه دیگه دیمی چنا همسایه غربی مثلا ایرانیان تحریک نبودگه که گوشی همراه بمه روتشی بکشن که من غیر مستقیم مورد حمایت ایرانیان نبوده بچه که هزارهانش باز جهت این مسئله ای سر نه هجومش برد بازه هزاره از بین رفت به خاطر همکاری با حبیب الله خان من جز ایشون که یک نوع همکاری یا تحریک یا چی اسپهنات ایرانیان نبود تا این وجه من تبا وجه سلامت بلال من فکر نکن نه زمان ایران اینکه توجه به هزاران سر نداشته و انچین حساسیت هم نبوده انچین حساسیت هم نبوده اما هزاره بر اساس وتی جنده ما
اما وتی جنده حفاظت خاطر چون شاوگانان باز لطوار تگن اوگانان دیما باز حقیر بوتگن باز بزگ و بیچارک بوتگن ای پاوان یک ناجی بوته بیشی پناه برند پیشی که تاجیک و هزاران هیچ وقت ظلم نکرتگند و تاجیک هم وقت هم محکوم مردم بودند هزاره هم بشن میانجی نه محکوم مردم بودند و هزاره یک عرض کنین هزاره یک کینتوز کامی هستی هم هیچ وقتی کسر نبخشید گوره هزاره گشترکی چون نسل خوشی بودند شپشتون نمیگا و بعدن ایش غلام گفته بوده مثلا کابل یک جای هستی به نام دشت برچی شاید من تحقیق کردم دشت برچی معنی نداره دشت بارچی که ای هزاران که قتل عام کرد ایشان برد اودنا اما دشته تا رید دشت ویرانه خدای و دشته تا ای سرگردان تنتمون هر کس شترش پوت یک نوکری شمو دا برتی یک غلام بچه نوکری دربان یا برتی و ایشان و ایش ایرنگ چواره جلوک داشتن تمیم نی وقتا کابلتون ایرنگ چواره جلوکی داشتن تو اون د فلکه سره نشتتن تو هر کس که گسولت دی داشتن ایشان شتو ایش وتی بڑا برتند وتی بڑا برتند ایرنگ چواره جلوکی داشتن ایشان گوشتن پندکی قوم پندکی گوشتنتش و ایشما دشت بارچی مردمتن که ما کبار بردن فقط بار بردن هیچ ملکیتی نداشتن نوکرتن در این دفعه نوکرتن و ایرنگیتن ایشان سر چون ظلم باز بودت وقتی که یدنا ابی والله کلکانی که حکومت اگیف شیشان هم دلجویی کرد به عنوان و هم زبان فارسی زبان و هم ایش بیای دل داتن گوشتن تی حکومت اگه پایدار مانید اما شا اوگانانی ستم چیزا چیره یک کمکو که نفس آزادی نکشن هم بر اساس زبان هم بر اساس منطقه و هم بر اساس کینگی که گو پشتونان داشتن گشتر گو جذب حبیب الله خان کلکانی بودن و الا من ایشا من فکر نکنین که ایران او دست داشته ایران از زمان ای توانایی هم نداشته و ای توجه هم نداشته ایران توجه گشتر گو جمهوری اسلامی بر اساس مذهب بوده دیم تر کارین این چیزی بوده خوشبینی بوده ولی کمکای که چه کنن نبوده ای اشاره ارگان که ارتباط نبوده رواق و آیگ نبوده عذر خیه کنین بچه که این مسئله هم لحت جاگا وانتا نه به این خاطر من جز که من بزانا گشتر اشاره ایت کرده که به خاطر کینه که ایرانیان پیسرگو امیران اوگان بوده و شان در جنگ بودگن تو شان افغانستان جزئی چی ایران بوده و شان جدا کرده و هنچه کسه لحتی من وانتا به می خاطر من جز کشوارانه استاد دیما فقط یک عرضی کنی که این وقتا ازاره قدرتی نبوده مطرح نبوده که ایران پیشان چشم تمتع داشته بیت و ایران شیشان انتظاری داشته ای پیاده نظام بودند پیاده نظام بودند تو دیش فرمانده حتی ادنا این فرمانده که تو گوشه من در تاریخ تر اسمش ندن که یک هزاره بوده بید که ایران بتوان یا سر سرمایه گذاری کند من فکر نکن خب شاید بوده بیتش من ممکن شم نیشم نظر در بوده بی ولی من فکر نکنی که جان واجه من سوار تاریخ تک سراج تاریخ توانتون حبیب الله خان کلکانی پیشاوری تا او در چای و غابخانه و میرنگین داشته و آب داده پمیشی آرشان بچه سگو پدا یشتر لوی جرگه انتخاب کو چون گشتن اسلام در خطر تو فلان انت تمام لوی جرگش ما لوی جرگه های که افغانستان زنن که مچ مردم افغانستان هستن و انتخاب کرد حبیب الله خانه به عنوان امیر نه که کس خاص یارا افتادی حبیب الله خان لوی جرگه افتاد بله زمان جنگ انگلیسان اون مچین کام در مقابل انگلیس شوت شهامت نشان دادند و ایش هم یکی از دلاور مردان همه جبهه و جنگتی که جنگ کوپایی آ وقتا مهم نه آتی که بادشاه بید مهم آزادیت افغانستان آزادیت و می نادر خان ظاهر خانی پسم یک جنرالیتی
جنرال همي فوجي تاعتي و زمانم گشتم که مطرحش نهد که دانشگاهی هیچ کس مدرک دانشگاهی نداشتی و هر کسی که پهلوانی کرده مرد دلاور نهاد پدا مردم داشتی سرتیر و سرمشار داشتی و پدا اوغان وقت نظر بیشی که وقتی میانجینا اختلاف هم داشتن به وقتا اوغان وقتی میانجینا اختلاف داشتند اما وقتی اختلاف پنهان ساتتند و گوڑا قوتا به دیگه اوغانی نداتن تو همیشه گوشتند که خوی مسلمانی مبراسی مجاهدی استی پیشی می قدرت واگذار کردند حتی مشمایشا یگشتی کابل یاداورین که پا امشا و بایی چه و هم زمانی که لوی جرگه کردن دو سه روز طول کشید پای انتخابات اوغانوات پای رای ندادن که ما کاکای کابلیتی گوڑا گوشتی که اگه پادشاه یک قدرتمند طایفه بید ظلم کند اما عبدالی یک ضعیف طایفه هستی و که اما شاه بابا گوشتن تیش اوغان انت ضعیف طایفه هستی اگه پادشاهی ظلم نکند چیه که اما شاه بابا هم بنی پیشینه مهاجرین داشت ایش همه ایشی قبیله شا لاور آتتی اوغانتند اما چنکه سال به لاور مهاجر بتتند دو شاود آتتند تو به کندهار نسبت به جایی این اوغانان ایش کم کمترتند و گشتر محافظه کارتند به جنگ و جیران قومینان شرکت نکردند توانه هم نداشتند و تظاهرش بر همه اصلاحاتتی و صلحآمیزیتی و صلح و دوستیت اوغانا انت مشهور به صلح دوستتند تو دیگه ضعیف قبیله که اشاره پیشی رای داتند و به آ زمانه به کلکانی وقتا هم اوغان گوتی میانجین اختلاف داشتند که ایشا پیشی رای داتند اگر اختلاف ما داشتند هرگز په تاجیک رای نداتند چون گوت جوړ نکاتند و ایشا هم ایش مردیتی که شناساین مردمیتی و په افغانستان جیره و جنگ کرتتی ایشا گوشتن بیا موقتا ایشا دیما کردن دیگه ایش نات که شک قطعی وتی شاهنشاه کنن پیش که گوت اختلاف داشتن تا که آواتی همه فرصت مساعد گندن که باریکه دیما بید ایشا اجالتا دیما کرتتا منی خیال همیشن سلامت بید درسته ولی امان الله خان هم لو جرگه بر کناری کو و تبعیدی کو که آخر شو هندوستان شو طریق هندوستان همان که شو با آلمان شو با آن یعنی امان الله خان هم لو جرگه چی کو خلیت کش قدرت یعنی در واقع کودتای چیزی بر علیه نبود گشتر هم علما مخالفیتن و کل علما پشتون به نام اسلام چون خانومی حجاب ناتی وتی یک دیدگاه پیشروی داشت کسی که وقتی کمان الله خان آتی به ایران جنیز اگه موقع برکه داشتن یعنی همین رضا شاه و ای دار و دستش برکه داشتن که آتتن که اشتت ها افغانستان پادشاه پچی گوی حجابی اعتراض کرتتا دشمن سیکن امان الله خان و رضا شاه که گودان رضا شاه یعنی تقریبا هم عقیده گو کمال اتاتورک بودا ولی نتوانست اصلاحات موفق نبود امان که روی جرگه قانونی برکنار کو ایو الله خان کلکانی آورد بل لا هميرك انت مش ما زانن که اما مارسی کاپیتال تایشی وشی مارسی وشید که مذهب نسب استثمار انت و مذهب پیشی که مذهب تولیدی نداشته من حمله به مذهب نکردین من مذهب جوانین مذهبی ملا زحمت کشند دکانداری کردن کشاورزی کردن اما این مذهبی که به اروپای تابوتا این مذهب هیچ چی نکرده فقط یک انگلی بوده که دیگر تولید آورده و بعدا این انگلی مذهبی که اروپا آتا به پاکستان و شهده کیاتا همیشه تن پروری که مروچی پاکستان تا که پاکستانی جمعیت کل ایشا ها و هوی کرده و گجولیم پنتا ایشان فقط آلای دستش کرده گند و پدا به همه زمانه که امان الله خان حکومت تاکید و گوڑا دیگه هیچ رای ندارید به زمانه که حکومت تاکید ایجاده میوان دیتا ایشی تا هزاران سر انگریز به اسبان ایشی پادش را اداله ویند بالا حسار بونگید و مکناتن و جنرال پالک این مجان شکوک و استان انتا گوهر و اسبان فرار که انتو روند
گوڑا بی انگریز وتی انتخابا هیچ وقت نبخشید. گوڑا بی وقتا که انگریز دا شکست ورته ایدا کوشش کن که چون کن همه مردمانی همه چیزی که پوان باز مقدسند به همون رجوع کنند، همه پیرسازی کنند و پیر مثلا پیغمبر زاده یا نقشبندی یا دیگر یا گیلانی یا همه زمان همه پیرسازی کنند و مردم که به پیران اعتقاد داشتند بر اساس باورهای مذهبی که ای اولاد پیغمبر هستند و گوڑا به همه ملا و ایشان چیه کنند بر اساس پیر و ملا هن ای ساختگی این پیر و ملا کارند که همه ملای پول خشتی که تاریخ تچوین آوازه گو نامی دارید یا مثلا همارنگین ملای به ایران تام اتفاق کفتی که همی خمینی اجوری کرتوین دستگانه ای انگریزی این کارتن که ایشان مذهبان سوی استفاده کرتن و گوڑا ای به وسیله ملا هان تکفیر بودی، در حالی که انگلیس او تازنه که انگلیس مردم هیچ پاون حجاب مهم نیند، اما اینا شهمی چیوه بانوک سوریایی که بانوک سوریا که اما کیتی وجه ما تاریخ نویس سراج الاخباری نویسنده ایجنیک کتی شیک طبقه بالا و روشن فکر نهتی و ایش لوٹید که جنین زگان شستم عراس کند مدرسه نسوانی پا جنین زگان کشیتی، جنین زگان با سواد کرتی و گوشتی که خب اصلاحاتی باید بوتی لباس تا بیارید و آزاد بید، روحیه آزاد داشته بید. این چیزا نه نیگین کارتند، اما امی چیزا نه که انگلیس فوت لوٹید اما ایدایشان چونش کرد یک چی معکوس انداتش، یک چیرگی معکوس انداشت و مولانا چه کرتش و پدا همین فوتوشاپی که انو مشما دارن همین فوتوشاپ پیشینه چی داشتی، مثلا امیر امان الله خان به بعضی جاگان که شوتین با حجاب شوتی، اما به بعضی جاگان که شوتی مثلا به فرانسه شوتت یا به تهران آتتی، به جاگان که آتا شاهانه این جاگان آتا کوشش کو نشاندن که اما مدرن هستن و امان الله خانم جندی تحصیل یافته فرانسه آتی. گوڑا به ایدا به حق و نحق همین بانوک سوریه اما سری که بدون عکس بدون چی آتی، بدون چادر آگشتی، معلومت که بانوک سوریا چادر نپوشید سری بدون چادرات گوڑا یک جنکوی به حجاب جنکوی لوچن جنکوی را مثلا انگریز جنکی یا شهر جای یک زیبای اندام را کاورتن سرا ایشیا به عکس تاشیدن تو بیای بدن آسیه کردن تو ایشان پخش کردن تو رنگی چاپ کردن تو شو ایشان دیو کلاگا انتبرتن که ایش مملکت کیرن کن لوچن تو ایرنگن تو به حجاب انتیشن و مردم باور کردن آن باور کردن دیگه 100 سال دیما که زنه که ذهنیت چونتی ای باعث طغیان ملت بودی که انگریز شهی طریقه وتی هر با جاتی پیروزیش نه که تایشا پگیرو کشتی گره یا پچمولیم و سیاست وقت شمولیم دیپلماسی وقت همه رمز همه کشتیگیری انت که تا چون چیه کنه شان نظر فیزیکی بوده، شان نظر روحی بوده، شان نظر روانی بوده، شهر نظری بوده توتی رمز آجانه و ترا به هدف رسینه بنتوار کاملا درست میگه. این مسئله ای که امان الله خان و این جرگه مسئله انگریزان سندان تا هسته، یعنی آن گوشه که ما دخالت کرده انگلیس سند هست عباره، یعنی وقت منک کرده و اما امان الله خان وقتی که می واجه را مکه او دا امان الله خان مکه بی او دا هم دیگر ملاقات کنه و این همه گپی که توجیت همساها که انگلیس گوما چوش کرده و ما ریش درک کرده، ما را در اصل انگلیس درک کرده. این برنامه ریزیان انگلیس بوده ای گپان پاک جیم و آواجه چوک هسته تحمیدی که ما پیششی که این رژیم ساقط بی همه واجه چوک هستد ایوب خانه که مولی عبدالعزیز زعمات داد کشی گونی بوده و همراه بوده دیشی پر ما کسه کو گوشتی ما بود پیتی همراه تو که پیت کما شد که امان الله خان ایندی مکه و دو با هم گوشی ما ملاقات کو یه واجه هنگو هم دیگه ملاقات کو و امان الله خان هنچو معتقدن که تو باشه معتقد بوده هنچو
که کمی عکسان سوء استفادهش کرده و ملایانش تحریک کرده و این مسئله در عام مردم رفته و عام مردم پدرد بیتگن تو جرگهش گفته و به این شکل. مهربانی بچه مهربانی. یک دست پنهان دیگه ای که قابل افشاگری است، البته یک تاریخ ننوشته نستی، فقط یک اشاره کنیم شاید من رد بین، ولی در همچنین بهبوهای و بزنگایی که بیا زمان پیش آته ایده هم یک رقابت قومی اندیسته بید. مثلا به آ زمانه که امان الله خان قدرت سراکت ایشی بر اساس اما شاهزادگی کت، بر اساس شاهزادگی که تو همه جنبشی که از زمان روشنفکری ایجاد بوده ایشا دیما کنند و دیگر راهی نه تو هم شایسته بوده روشنفکری بوده، روشنفکرش انتخاب کنن بر اساس ایشی شایستگی روشنفکری نه و بر اساس ایشی شاهزادگیه ایشا که انتخاب کن. اما افراد دیگه بودن که اوتا مستحق‌تر زنتگن. مشمایشا زنن که در تاریخ افغانستان دو قبیله که همیشه گوت رقابت داشته که صدوزئی بودن تو همه محمد زئی بودن. محمد زئی که همه منتسب به همه ظاهر خان و داود خان و نادر خان و گامی سلسله انته و صدوزئی که بودن که همه نسل امیر عبدالرحمن انته و ایشان دائم گوت رقابت داشتگند. گویا به این رقابت تا هم که نادر خان یک جنرالی بوده، جنرال نظامی بوده، وقتی که ادنا امان الله خان به قدرت رسید باعث حسادت تایی بید که جنگ تامان بوده، جنگ من کرده، این انگریز پروشمند داده، ای کرده آ کرده، هنون یک شاهزاده گیره بر اساس شاهزادگی دیما کنند. این حسادت بوده که این یک دست پنهان برای تضعیف کنگه هم داشته، یعنی وطره هنچو چی کارو گفته اما در لغمان و کلگوش انت گوشن همو در لغمان و جا او دا کی بوده اقوامنا تحریک کرده و امان الله خان هم طرف همه جنوب شرقی افغانستان شام مشرقی نمگه شکست ورد قبایل شهود نه لشکر و فوج کشتن و ایش همود آتی ای همود آتو فرصت تحصیل کرد، فرصت تحصیل کرد و بعدن زمانی که چی کردن امیر والله کلکانی دیما کردن آوازان که امیر والله کلکانی پای یک شد که یک فرمانده گوندین کوچکین اما یک زبده نظامی افغانی ند و فقط گوشت که امان الله خان آنگو بید اگر منی کارا کنین یک عقده افغان انتمانید بیا که به وسیله غیر افغان امان الله خان شان مگه مطرودی کنشن زری قومی مذهبی مطرودی کنشین مگه یک الیمنتی انچین نتوانین بیت که هر کدین توان نشاتوانین شبین برین و اگر مواد کودتا کنو چی کنی جنگ افغان ادامه ودی کن یک زرنگی و شیواری هتی و ایش هنچو شمتو نشتتی که تا امان الله خان تا که انگو بود والله کلکانی کیاتی نوما پادشاهی نکرتی فقط ایش منظور امان الله خان فرصت کر الله خان فرصت دادن که امان الله خان شبین برود و کسی پیگیر مبید که یعنی نادر خان کارا کرده و بعدا نادر خان هیچ اقدام در مورد امان الله خان نکردی که نادر خان هیچ چی نکردی بی تفاوتی نشان دادی هیچ شاعر اعتناع نکرده تا که ظاهر شاه بعد سالها که وقتی که به ایتالیا ظاهر شاه شد امان الله خان یا شاهی عذرخواهی کردی آره گوشتم نی ناکو است من ترا معجوبه ده این ترا فلان که اشتباهی بوده و اشتباه تبخشه یعنی بزرگواری ظاهر شاه کردی شد امان الله خان یا گوی نشتی آره گوشتی که اگر ترا میل سلطنت هستی من استعفا ده این طبیعه اما این وقتی که امان الله خان گوشتد که نه من مریض هستم و من دیگه شاید دستانه بی تو بادشاهی پته مبارک بید من زانین که من پدا که بیا این افغانستان به چیا کشید به مشکلات رو هنگت همه مردم هستند تو همه تبلیغات وجود داری تو هنگت حساسیت غرب هنگت گومن هستی چون انگلیس در زمان من شکست ورده پدا همین انگلیس همین گزه کمی زخم تازه گوی تبره و همین وطی کارا کن و تا آخر عمر هم اما چیزی که افغانستان داشتی به شکل پنهانی به خاندان امان الله خان یک کمک کردی و ایش انوین داد و ستون داشت داود خان هم وقتی کودتا کردی تا آخر ظاهر خان خانواده مفت و مجانی معاش داتی زرش دیمه داتی بله این چیز بوده په قدرت سره جنگ کرده اما دیگه منافیان ملی نه و سره بار کرده ناکوزک تروزک واجه اونجا باید یک چیز بگوشین که امان الله خان بعضی فکر نداشت اصلی این فکر
ثريا ترزي بس محمود ترزي تمكارا وكل هيئة دولتها أي شيء كورتان بس لا دين ده نحدث محمود ترزي بيقول بله لاله معمول ترزی اصلی اما پروموتورتی اما ریله اما سرتی امی کاروان سرت معمول ترزی متفکریت معمول ترزی پدر ژورنالیزمت یک مرد باز زبردست نتی و جینیکی هم اما اگه سیتا مزن مجگی داشتی جینیکی و ژورنالیستیت معمول ترزی و پدر ژورنالیزم نوین انت افغانستان و مغز متفکر داشتی کلا تی فرمایش من قبول کنین و امان الله خانم که رشد سریع کرتی گو همه خاندان کش نظر فکری رشد سریع گو همه خاندان کرتی و بانوک سوریا ای راستین بازوت ای هم همسرت و هم ای راستین بازوت و پدا امان الله خان یک پس معنوی این داشتی که همه محمود خان ترزیتی که هم متفکریت هم برنامه سازیت همه چیزی که تا وشه کلا ایش چی انت صدق کند داود خان و ظاهر شو یک کته منجا شی ناکوزات گوهاری منایی لوگ شو یک کته و من یارو شی یک که یعنی دکتر عثمانی ما تا نه هم واجه شی حمد سویدی احتقاد یک رنده منو آقای سیستانی رابطه سرطانیت هم بی بی اینا ما ردیست و بله همی آخران عمریت دو سه ماه رند وفاتی کو دکتر عثمانی ماتد که سفیر بودگه در چه در تهران آخر از پستیت شی گوهار آئی لوگای تو پده ناکوز حتی نشان یک خانوادش من ندانم چند گوهار بودگه یکین که عثمانی چی مندی سانگ بد جده